سلام علیکم بینندگان عزیز. من دکتر طاهری تاجیک از تاجیکستان، قهرمان خلق داغستان، رئیس اتفاق نویسنده های بین المللی و طبیبان، مؤلف 55 کتاب و برنامه چطور انسان باید 100 سال بیند بیمار نشود هستم. روز 15 دوشنبه شادشوی خانواده دکتر طاهری در دهه پوتخینی ناحیه عینی برگزار می‌گردد. در اینجا زیاده از 15,000 کتاب‌ها در ساحه طب، ادبیات جمع آورده شده است. یعنی گوییم که خزینه طب در اینجا هست. از اون جمله اگر بینید در اینجا جز رستین حیات گیاها عموما در روی زمین 12,000 نمود گیاهای هرچی میروید اینجا هست. تمام انسیکلوپدی طب خلقی در اینجا هست. اولی من سنا 10 جلد کتاب‌های سنا. وقتی که ما امسال اجازه‌نامه برای تشکیل کردن کورس‌های روان پزشکی یا پزشکی سوزن درمانی و بحث گرفتیم، اینجا درباره فقط پسیخوتراپی زیاده از 200 تا کتاب هست. طرزهای اصول گیپنوز کردن، طبابت کردن، در سیستم عصبی انسان تاثیر رساندن. قریب که ما تمام همین کتاب‌های من اینجا درباره پسیخوتراپی کتاب‌های آوردیم، چون که اول برای درس دادن، تعلیم دادن، ادبیات در کار، همه ادبیات‌ها در اینجا وجود دارد. از اون جمله من مثلا همین کتاب رو دستم میگیرم. حاضر که من آموزشگاه طبی شهر خوجند رو تمام کرده بودم، медицинский справочник для фельдшеров. من بینید استودنتی کورس 4 سال 1971 من همه کتاب خریدگی و کتابخانه مخصوصم تشکیل کرده بودم با پیچته خودش. من اگر همه کتاب ها که هست ما دانش داریم، برای که معنی سری انسان خصوصیتی همه چیز تیز فراموش کردن دارد. میگذاریم به سمت دیگری کتابخانه. من اگر شما اینجا نگاه کنید، اگر اینجا انسیکلوپدی ساحه طب، لغت فرهنگ طبی تاجیکی، تمام لغت ها در اینجا جمع آوری شده است و آدم ها میتواند که اگر ما چندین مراتب پیشنهاد کرده بودیم که هر یک بچه هر روز 3 کلمه از خود کند، در یک ماه 90، در یک سال علاقه حدود 1000 کلمه های میداند. ساحه دانشی زیاد میشه. ما میگذاریم به قسم دیگر. در اینجا مخصوص لیچن دیابت. انا بینید قریب 20 کتاب درباره بیماری های قند هست، چطور پیشگیری کردن، چطور طبابت کردن. و از آن جمله من چرا به ناحیه عینی کوچ بستم، میخواهم که 30 کتاب خود را در آینده چاپ کنم و کتابی با نام ساخرین دیابت لیچن نرودمی سریتسمی آماده کرده ایستادم. و از آن جمله خودی من به فکرم زیاده از 30 سال است کسلی قند هستم، نه که قندم من اداره کرده میتونم رگولروفکا. اینا آدم های آموزاندن در کار. وقتی که آدم ها یاد گرفتن حتما عمر خودش رو دراز کرده میتونن، سلامتیش رو نصب کرده میتونن. آدم ها چی نمیرسد؟ دانش نمیرسد. من اگر اینجا گیریم لیکارس رستینی پری الکوگالیزمی، کدام گیاهای برای پیشگیری کردن بیماری های مایزده استفاده میکنن و در اینجا هم از الکوگالیزم زیاده از 30 نمود کتاب ها هست. از اون جمله مرحوم استاد ما منخوش گلامیش کتابشون هست پسیخوتراپی. من همین کتاب های ما همش آماده کردیم که در آینده کورسانتایی که عمده در ماه درس میخونن، آموزش میگیرن، یک چیز یاد گیرن، عمر خودش رو دوام دارن. از آن جمله استادایی که من به درس دادن، عبدالمجید موسوی پولاتوف، از روی کتاب این کس در تمام سابق شوروی آدم ها درس میخونن، نورولوژیا و کتاب های نویسندگی هستند که ما فخر میکنیم که ما همه خیلی استادا داشتیم، از اینا ما علم آموختیم و امروز علم خود را به دیگرها فهمانده میتونیم. میگذاریم به قسمت دیگر که در اینجا زیاده از 700 کتاب هایی که مؤلفاشون با دستخط به من تحفه کردن. از اون جمله استوری مدیسینا سروکینا. این آدم من در روسیه به واسطه من همصحبت شدم، رفتم با این آدم همصحبت شدم درباره طب. کتاب دیگر میگیریم اینجا رمضان Абдулатипов национальный вопрос государственного
устройства России. من همینجا نوشته است که великому таджику тахири. یعنی که من با تمام آدم‌های دانشمند سطح جهانی همصحبت شدم و خوردم و چیزی دیگر اگر اینجا گیریم من اینجا ایوان یریگین 5 کرته چمپیون جهان تیپ خدی نکاویور من همینجا هم خطی ایوان یریگین هست خوش هر یک وخوری هر یک صحبت انا از اون جمله اگر گیریم استاد لایق شیرلی ما دوست و برادر بودیم و افتاد بارون اینجا با سایه دست اون کتاب اینجا کتاب هست خب اونچه که من اینجا پیش موندم مثلا یک خانم خیلی دانشمند مودروس نوو времена من سویتلانا از روسیه همچون کتابی خودش توفیق کرده اکنون من اینجا درباره کتاب ها زیاد حرف نمیزنم مثلا دانا بهراموف ما با این کس یک برنامه مخصوص کرده بودیم درباره تاثیر موسیقی بر ارگانیسم انسان سیبیر و کشمیر و پامیر وطنم من از آدم چی میموند کتاب هزارها حافظه و ارتیستا مونده میرن بعضا صدای اونها میموند لیکن میموند کتاب خزینی که هست از آن جمله ما میخوام من اینجا خاطر اولیمپور شاد کنم که اولیمپور خدمت بسیار کلان کرده تاجیکستان رو در جهان معرفی کردن و مخصوص کارت این کس بخش فارسی بی بی سی کدام جواب رفته آمدن گوگوش تاجیکستان معرفی کردن من همین تاریخ هست برای همین ما مقصد داریم که مردم ما با سواد شوند بیمار نشوند عمر دراز بینند خوش قسمت دیگر اگر گیریم که من این دورهایی که من اختراع کردم از آن جمله کریم خوشرو اینو استحصال در روسیه بود کریم ترنگین اول ما با این ساخت تیار کردیم بعد فیرولا در مد اول فیرولا هفت چندین گیاهای اجرا کردیم بود تزین و حاضر فیرولا خید و زمش دکتر طاهری از سال 2007 اینجانیم مردم با پیشکش شده ساز از استحصالات موندیم از آن جمله بالزام دکتر طاهری و 10 نمود چایهای طبابتی که من اختراع کرده استحصالات موندم همین در اساس دانش نظریه و پیشروی علم قبلا مثلا آدم ها گروه خون نمیدانستن وقتی که خون و یک دیگر میفرستندن آدم ها میفهمیدن آهسته ترکیب خون معاین نکرده شدن گروه یکم دوم مثلا اینجا نستولنه کینیگا گینکولوگا من البته گینکولوگ نیستم نه که از روی توصیه های وقتی که تشخیصی معاین شدگی توصیه میتم آدم ها بیماریش رو شفا مییابد من چیزی دیگر میخوام اینجا نشون دهم من اینجا درباره хочу малиша лучший метод طبابت بی‌فرزندی بیسپلودیا من همین در اساس علم گرفته شدن از آن جمله مردم ما کمتر دانشی خوب ندارن وقتی که میگوید که دخترت بر دکتری زنانه بیند گینکولوگ برای اینکه در دلشو بد نرد که ممکن این یک نادختر شد یا دیگر شد بوده باید که در مکتب ها هم دخترها را آموزند دست که گینکولوگ ردیتیلم سمی راسیو دوچ اینو از خورده اگر ما آموزش تیم یاد گیرن حتما پیشگیری کرده میتوانند عمر دراز میبینند دراز عمری در دستی که هست در دست خودی انسان طبیعت خدا از آن جمله من فیتوتراپی پروتو راکا همینجا مؤلفش محمد توفیق کردگی من همه دانش از علم های سطح جهانی آموختم و امروز میخواهم که همین دانش خود رو با مردم پیشکش کنم از آن جمله من الیت اسپسیالیست و نارودنی مدیسینا در همین جا هم در روسیه من خیلی زیاد شهرت پیدا کردگی بودم و منم در همین کتاب جایگیر شدگی من کلینیکا دکتر طاهری که از آن جمله نامینانت لوچی رегиональный центр روسیه گرفتگی هستم و اینچنین با کتاب های رکورد های روسیه достижение روسیه و رکورد گینس داخل شدم من از آن جمله اگر ما اینجا گیریم میگم من این کتاب های دربارش تاریخ تاجیکستان من تاریخ ندانسته پیش رفتن نمیتونیم تاجیکستان باباجان غفورов کتاب های اوریون نوما
و اینجا چند سرتیفیکات هایی که من گرفتم، از آن جمله در هندوستان من رفته خوانده اونجا مشق‌های یوگا یاد گرفتم که امروز بیمارو به یاد میتونم. مشق‌های نفس در سن پترزبورگ که آموختم و امروز خودم پیدا کردم در شهر خورگاده. در اونجا کنگره شد لوچی چلیتل، یعنی بهترین طبیبی 3000 ساله و چندین دیپلم ها زیاد از 160 سرتیفیکات دیپلم دارم که امروز میخوام که دانش خودم رو به مردم تاجیک پیشکش کنم که اونها سالم باشن، عمر دراز بینن، عموما بیمار نشوند. این است مرام و مقصد ما، سوز در تمام جهان، دوستی بین خلقها، حفظ طبیعت و سالمی دراز عمری.